شیخیه و ضدیت 100% با وهابیه. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در سال 1160 قمری به شهر درعیه از شهرهای مشهور نجد رفت و با محمد ابن مسعود جد آل سعود دیدار و با همکاری او اندیشه باطل خود را منتشر کرد، 6 سال پیش از تولد عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احصایی اعلی الله مقامه بود. در سال 1166 قمری شیخ احصا اعلی الله مقامه متولد شد. با گذر زمان سایه تفکر وهابیگری بر مناطق مختلف حجاز سایه می‌افکند. تاریخ آن برهه از جنایت‌های خاندان وهابی‌ها و مزدوران آنان آکنده است. این خباثت‌ها در زندگی مؤمنان آن دوره تأثیرگذار بود و شیخ بزرگوار هم از این امر مستثنا نبود. آن بزرگوار پس از اینکه در سال 1186 به نجف اشرف و کربلاء معلی سفر کوتاهی کردند، 1 سال بیشتر نگذشت که به احصا مراجعت کرده و مشغول به امر تعلیم و تعلم در آن دیار شدند. حدود سال 1207 بود که حکومت آن نواحی به عبدالعزیز ابن محمد که از پیروان محمد ابن عبدالوهاب بود رسید و او به زجر و کشتار عالمان و شخصیت‌های آن سامان اقدام کرد. شیخ احصا به دلیل تهدیدهای اشرار ناچار به بحرین فرار کردند. اواخر سال 1215 حمله‌های وهابی‌ها به نواحی شمالی حجاز شدت گرفت. این امر سبب شد بار دیگر شیخ مرحوم اعلی الله مقامه به سمت عراق هجرت فرمایند. اندیشه وهابیگری جای خود را باز کرده و ریشه های حکومت سیاسیش در حجاز تثبیت شده بود. از آن سو در همین منطقه و به طور مشخص در احصا، اندیشه نورانی شیخ اعلی الله مقامه در نقطه مقابل اندیشه وهابیگری جلوه‌ای تازه داشت. فرقه وهابیت به اسم اسلام و توحید در مقام معاندت با اولیاء خدا برآمدند. در نوشته‌هایشان گفته و می‌گویند که اول طائفه‌ای که شرک را داخل اسلام کرد شیعه است، زیرا به عصمت علی ابن ابی طالب علیه السلام معتقد است. از آن سو اگر وهابیت توسل به وسائط را رد می کند و شرک می پندارد و عملاً با کریمه وابتغوا الیه الوسیله مخالفت می کند، در مکتب مرحوم شیخ احمد احصایی به وسائط توجه شده و توسلاتی که از جانب معصومین سلام الله علیهم اجمعین دستور رسیده بیان می شود. رویارویی و ضدیت این دو اندیشه سبب شد که جنگی تمام عیار بین نور و ظلمت آغاز شود. از طرفی نگاه پوچ محمد ابن عبدالوهاب به گزاره‌های دینی و از طرفی بیان اندیشه امام شناسی در منظومه فکری شیخ اعلی الله مقامه. همزمانی این دو مکتب را باید اینگونه تحلیل کرد که با ارائه منظومه فکری ژرف و نورانی مرحوم احصایی و ارائه امام شناسی کتاب شرح الزیارة الجامعة الکبیره و بیان فضائل معصومین علیهم السلام و توضیح معرفت نورانیت آن بزرگواران، قولاً و عملاً آموزه های مکتب خشک و پوچ وهابیت نافی می شود.